هزار خورشید تابان کتاب دوم خالد حسینی، نویسنده افغان تبار امریکایی، خالق کتاب مشهور باد بادک باز است که پس از انتشار با استقبال کم نظیری مواجه شد. هزار خورشید تابان ماجرای نسلی است که با دیدگاهی کاملا متفاوت نسبت به خانواده و عشق چشم به جهان می‌گشاید. داستان زندگی مریم و لیلا، زنانی که سرنوشتشان به طور تصادفی توسط جنگ و کشته شدن عزیزانشان به هم گره می‌خورد. مریم حاصل عشق مردی هوسباز است که با وجود داشتن 3 زن شرعی دست به دامان کلفت خانه یا ننه میبرد و لیلا دختری که بچه نامشروع جوانی معلول را در شکم دارد.